حبیب خدا چی میگوید؟ ام اراهما، دو گروه از امت من دوزخ می رود، از جنت محرومند. لم اراهما، این دو گروه را من در حیاتی که دارم، همین 63 سالی که حیات ببینم، در این حیات خودم اینها را من نمی بینم، بلکه اینها آینده می برایند. لیکن شما به گوش اونا رسانین که پیغمبر شما 1450 سال پیش درباره شما گفتگی است. حبیب خدا قوم معهم سیات كأذناب البقر یضربون بها الناس. یکون گفتن قوم می براید که در دستهای خود تیاق دارند، تیاقهاشان مثل دنب گاو است، مردم بیگناه را می زنند. مردم دوبینکا مثل دنب گاو است، با این مردم بیگناه را می زنند. اینا را گفت ظالم هستند، خداوند حق این بندگانش در روز قیامت از اینها میگیرد. دویم که نساء کاسیات عاریات موملات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا و كذا. حبیب خدا گفتن دویمش کی بوده است؟ زنهای می براید که لباس دارن، لباس پوشن، کرته دارن، پاچه دارن، رویمال دارن، عاریاتون، لیکن آنچنان لباسی دارن که بدنهاشون می تابد، لباسهای بدن نما، لباسهای شفاف، لباسهای تنگی که همه اعضای او را در بیرون ظاهر کرده است. موملات مائلات. حبیب خدا گفت بدبختیش در این است که این گونه لباس پوش در چند آدم دیگر این لباسش تأثیر میکند و اون اطرافی ها هم پیروی این میکنند، تقلیدی در این میکنند. و بدبختی دیگرش این است گفت که عاقبت اینها دستی به جنایت میزنند، دستی به زنا میزنند، مردها را توجهشان به سوی خودشان میکشند. و حبیب خدا گفتند رؤوسهن كأسنمة البخت. این در دوره پیغمبر نبود. مویهای سرشان گفت در اطراف سرشان میپیچانند، توب میکنند مثل همون کوهان شتور. پشتکای شتورا دیتری کوهواری ماندگی، انا همون خیلگو بالای سراشان در توب میزنند و مردم اونها را نگاه میکنند. و اینها گفت پیغمبر خدا خبر دهید که جنت نمیگرایند و بوی جنت به مشامشان نمیرسد. این سخن پیغمبر خداست، این سخن ما نیست، سخن یگان عالم و سخن یگان گویم که ایشان و یگان شیخ و مولوی نیست. این سخن خدا و سخن حبیب خداست. فقط وظیفه من این از دادر عزیز که به گوش شما رسانم. اگر ما را خدا توفیق دهد و پیشگیری کنیم تا که فردا خواهر ما و زن ما و دختر ما در این فلاکت روبرو نشود، در این بی‌حیایی و بی‌شرمی روبرو نشود، یگانه پیشگیریش همین است که لباسهای برای او پوشانیم که مردم توجهش به سوی خودش نکشد. این همی قدر کار شما کنین، انشاءالله پیشگاه خدا در شما ثواب میگیریم.